سلام، وقت شما بخیر باشه. توی این ویدیو میخوایم به این سوال مهم بپردازیم که سوال خیلی از والدینم بوده که من برای نوجوانم پیامد میذارم ولی اجرا نمیکنه، اصلا توجهی نمیکنه، کار خودشو میکنه. ببینید اگه دو ویدیوی قبلی رو نگاه کرده باشید، یکیش در مورد تنبلی نوجوان بود، یکی هم در مورد این بود که من یه وظایفی به نوجوانم میدم و اجرا نمیکنه. توی هر دوی اون ویدیوها ما در مورد مفهوم پیامد برای نوجوان صحبت کردیم که توی این ویدیو میخوایم عمیق‌تر و جزئی‌تر موضوع رو بررسی کنیم. از اینجا شروع کنیم که نیاز به محدودیت یک نیاز بسیار اساسی برای رشد سالم نوجوانه. خب شما به عنوان والد دارید همه تلاشتون رو میکنید، حتی همین الان که وقت گذاشتید و این ویدیو رو دارید تماشا میکنید، اینی که من یه روشایی رو یاد بگیرم که بتونم با نوجوانم برخورد سالمتری داشته باشم، رفتار سالمتری داشته باشم. خب پس یکی از نکاتی که بدونید اینی که من والد باید طوری رفتار کنم که یکی از نیازهای اساسی نوجوانم که نیاز به محدودیت هست برآورده بشه و این موضوعی که آقای جفری یانگ در تئوری طرحواره درمانی مطرح میکنن. نیاز به محدودیت مثل خیلی نیازهای دیگه اساسیه، نیاز به محبت، توجه. خب اینجا ما محدودیت رو داریم و لازم از خودتون سوال کنید که نوجوان من چقدر در زندگی محدودیت‌های معقول رو داره تجربه میکنه. بعضی از نوجوانا دارن نامحدود زندگی میکنن، هر خواسته‌ای که لازم باشه والدین براشون فراهم میکنن، و بعضی از نوجوانا نه، در محدودیت بسیار شدید دارن به سر میبرن. هر دوی اینها میتونه انگیزه نوجوان رو برای کار بگیره. در نتیجه لازمه که خیلی معقول رفتار کنه. و یه چالشی که اینجا به صورت جدی به وجود میاد اینه که خب وقتی من محدودیت میذارم، نوجوانم به اون محدودیت عمل نمیکنه و وقتی که میگم اگر به این محدودیت عمل نکنی با این پیامد روبرو میشی، اصلا بدتر میکنه، توجه نمیکنه، کار خودش رو انجام میده، میره جلو. و اینجاست که شما لازمه بدونید که خب پیامدها رو چطور اجرا کنم و اصلا چرا من پیامدها رو اجرا نمیکنم. یکی از دلایل بسیار مهمی که وجود داره اینه که من یک والد بی اقتدار هستم. یعنی خود من اقتدار ندارم به عنوان والد. بعد میگم که این نکته هایی که شما گفتید اصلا اثر نداره، یا این نکته هایی که تو فلان کتاب خوندم اصلا اثر نداشت چون نوجوانم هیچ توجهی نکرد، رفت سراغ کار خودش. خب این که طبیعیه، نوجوان دنبال اینه که خواسته های خودش رو برآورده کنه، اون دنبال لذت، دنبال هیجانه و قاعدتاً محدودیت ها رو کنار میزنه. ولی اینجا من والد هستم که باید اون اقتدار و قاطعیت خودم رو نشون بدم و بتونم کار رو پیش ببرم. یکی از موانعی که وجود داره باز اینه که من یه والد ترسوام. میترسم اگر که جدیت بیشتری نشون بدم، نوجوان تو روی من بیسته و اونجاست که من ندونم چی کار کنم. خب در این صورته که اون پیامدها رو شما اجرا نمی‌کنید. یا ممکنه یه والد بیش از اندازه حامی باشم. و اگه بیش از اندازم حامی باشم، دلم به حال نوجوان میسوزه و میگم که حالا بذار بازی کنه دیگه، بذار با گوشی کار کنه دیگه، حالا چه فایده داره من الان ازش بگیرم که چی، حالا سختی هم کشید، اتفاقی نمیفته، این همه ما تو زندگی سختی کشیدیم، الان چی شد؟ و به این ترتیب خودتون رو توجیه میکنید، یعنی میرید سراغ مکانیزم دفاعی توجیه کردن که بگید الان این کاره فایده نداره. و والدینی که بیش از اندازه مهربون هستن، فکر میکنه که الان اگر که من مثلا این بازی رو از نوجوانم بگیرم یا گوشی رو بهش ندم یا اون حجم اینترنت رو در اختیارش نذارم، سختگیری کردم. همون کاری که مثلا پدر مادر خودم هم تو دوره کودکی کردن و من الان ازش ناراحتم. نمیخوام این اتفاق بر نوجوانم بیفته، از من ناراحت بشه، از من دلخور بشه. چند وقتی با هم داریم زندگی میکنیم و اون از پیش من میره و بعد نمیخوام خاطره بدی تو ذهنش بمونه. اینا همه مانع این میشه که شما یک والد بی اقتدار بشید و در نتیجه اون پیامد رو اجرا نمی کنید. چون نوجوان اگر یه جایی ببینه که والد قاطعانه ایستاده و داره میگه که این پیامد که قبلا در موردش توافق کردیم، تو ویدیوهای قبلی در موردش صحبت کردم، لازم اجرا بشه، نوجوان ممکنه در ابتدا مقاومت کنه، ولی اگه ببینه شما مصر هستید و جدی هستید، نه خشن، جدی هستید، نوجوان کوتاه میاد، در نتیجه شما میتونید اون پیامد رو
اجرا کنم. بعضی از والدین این سوالو مطرح میکنن که نوجوان من 15 سالشه، 16 سالشه، مگه میشه الان براش پیامد بذارم؟ اصلا قبول میکنه؟ حتما که اگر مقتدر باشید از شما میپذیره. تو یه نکته مهم وجود داره. بذارید با یه مثال بگم. ببینید افرادی که چاق هستن، اضافه وزن دارن و تصمیم میگیرن که اضافه وزن خودشون رو جبران کنن، کاهش وزن داشته باشن، از یه موضوع مهم لازمه مطلع باشن. اونم اینه که من 30 ساله، من 40 ساله الان چربی‌های کهنه دارم و این چربی‌های کهنه اگه من ورزش شدید کنم از بین نمیره. اتفاقا من ناامیدتر میشم. شدید ورزش میکنم به امید اینکه سریع بیام پایین، ولی خب سریع پایین نمیام و بعد میگم که فایده نداشته، اصلا دوباره شروع میکنه به همون روال زندگی خودش. اما اگر که صبور باشه و بدونه به تدریج میتونه به نتیجه برسه، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، من میتونم آروم آروم این چربیای کهنه رو، بافت سفت و محکمش رو سست کنم و بعد از یه مدت در اثر فعالیت‌های پیوسته ورزشی و رژیم غذایی سالم این چربی‌ها شروع کنن به آب شدن و من به اون وزن مورد نظر و ایدئالم برسم. خب حتما که لازمه من صبور باشم و پیوسته کارم رو انجام بدم. این نکته اینطور برای شما کمک کننده است که من هر دفعه با نوجوانم روی محدودیت‌ها، اجرای پیامدها صحبت میکنم. ممکنه نوجوان شروع کنه پرخاشگری، خیلی طبیعیه. بچه سالمی باشه یه پرخاشگری معمول رو با شما داره میجنگه برای خواستش دیگه، ولی به تدریجم من میخوام بهش یاد بدم که این پیامدها رو لازمه پذیرا باشی. اون قدرت انتخاب که در 2 ویدیوی قبلی هم بهش اشاره کردم، از اون میتونی استفاده کنی و خب تو رفتارهای بعدی، تو تلاشهای بعدی ببینی نتایج خوبی میتونی. سوال بعدی اینه که اگه نوجوان من خیلی پرخاشگری کنه و اصلا به هیچ عنوان این پیامدها رو نمیپذیره، واقعا شروع میکنه پرخاشگری‌های شدید، اصلا وسیله ها رو پرت میکنه، تلویزیون رو میندازه میشکونه، داشتیم این موارد رو، من چیکار باید بکنم؟ ببینید اینجا شما لازمه که الگوی خشم رو در خودتون، در خانواده بررسی کنید و همچنین در خود نوجوان و بتونید یک تغییری در ابراز خشمتون نشون بدید. یه جایی هست که من والد خودم خشمگینم، یعنی خودم پرخاشگرم و دائما دارم با صدای بلند و توهین و اینکه اصلا تو هیچی نمیشی و تو همیشه اینقدر بیادب و پررو بودی دارم باهاش رفتار میکنم. خب لازمه که اول به خودم کمک کنم. یا ممکنه یه والدی باشه نه اتفاقا خیلی صبور، خویشتن‌دار، مهربون، خیلی همراه با نوجوان، ولی یه جایی در اثر یه خطای اشتباهی که نوجوان انجام میده یه دفعه خشم انفجاری داره. خب اینم ناسالمه و نوجوان داره هر دوی اینها رو مشاهده میکنه. حالا ممکنه که شما بگید هم من، هم پدرش، هم مادرش هر دو خیلی آرومیم، خیلی منطقی، منصفانه داریم باهاش صحبت میکنیم، اما نمیدونیم که این از کجا یاد گرفته این پرخاشگری رو، این توهین و این بی‌احترامی رو. خب اون یادگیری مشاهده‌ای ممکنه برای نوجوان اتفاق افتاده، از همکلاسیش، از یکی از اقوام یاد گرفته که من خشم خودم رو اینطوری نشون بدم، یا داره سریال‌های مختلف رو میبینه و توی اون سریال‌ها دیده که طرف با خشم و پرخاشگری میتونه به نتیجه برسه. همینجا لازمه با نوجوانم وارد گفتگو بشم. کار سختیه ها، چون شما اول باید به خودتون کمک کنید آروم باشید. خب وقتی من آرومم معنیش این نیست که نوجوانم هم آرومه، چون شما برای این آروم بودنتون شروع کردید به آموزش دیدن، وقت گذاشتید، کتاب خوندید، مشاوره گرفتید و واقعا فکر کردید دیگه. ولی نوجوان اینجا آموزش ندیده، تازه قراره از من والد که رو خودم کار کردم یه سری آموزش ها رو در مورد خشم دریافت کنه. پس اینجا من باید به نوجوانم یاد بدم که تو چطوری میتونی خشم خودت رو نشون بدی. ما یه خشم داریم، یه پرخاشگری. خشم به عنوان یک هیجان طبیعیه، عین نیاز به گرسنگی، اما پرخاشگری به عنوان یک رفتار پذیرفتنی نیست، چون داریم به طرف مقابل توهین میکنیم، زیر سوالش میبریم، بی احترامی میکنیم و ما میخوایم این رو تغییر بدیم. پس اینجا باید به نوجوانمون در مورد مدیریت خشم و شیوه درست ابراز خشم آموزش بدیم. در مورد این پرخاشگری که نوجوان تصورشه که من میتونم به این روش به نتیجه برسم،
یه نکته‌ای که وجود داره در روانشناسی بهش میگن کانفرانت یا مواجهه دادن. یعنی من به نوجوانم عملا بگم که ببین ما در مورد یه موضوعی صحبت کردیم، مثلا تو با گوشی 2 ساعت کار کنی ولی الان 4 ساعته داری با گوشی کار میکنی و موقعی که دارم میام در مورد این موضوعات صحبت میکنم تو شروع میکنی صدات رو بالا بردن، داری از کلمات رکیک استفاده میکنی، بی احترامی میکنی و من واقعا تعجب میکنم که چطور داری از این رفتار استفاده میکنی. یه لحظه نگاه کن، یعنی به خودت از بالا نگاه کن که الان من اینجا، مادرم، پدرم اینجا، مامان اومده در مورد یه موضوعی منصفانه داره به من توضیح میده و من دارم با خشم و پرخاشگری شدید برخورد میکنم. این واقعا رفتاریه که من بخوام استفاده کنم؟ این رفتاریه که من باید به کار بگیرم؟ واقعا فکر کن در مورد رفتارت. این مواجهه دادنه یه جاهایی میتونه به نوجوانتون کمک کنه و یه جاهایی ازش استفاده کنید. و نکته بعدی از تئوری سرزنش، بلیم تئوری، میخوام بهتون بگم که یه جاهایی ما از سرزنش اتفاقا استفاده میکنیم. در مورد بعضی از نوجوانها میتونه کمک کنه که من یه تشری به نوجوان بزنم که این چه طرز زندگیه، این چه سبک زندگیه، چه سبک رفتاریه که داری انتخاب میکنی. من اومدم در مورد یه موضوعی خیلی منطقی دارم با تو صحبت میکنم و انتظار دارم که یه برخورد منطقی هم از تو ببینم. اعتراضی داری میتونیم بشینیم با هم صحبت کنیم. و دقت کنید، سرزنش قرار نیست من بهش توهین کنم، قرار نیست من زیر سوالش ببرم. اینا نکته‌های بسیار بسیار مهمیه. قرار نیست برم به گذشته بگم تو از اولم اینطوری بودی، قرار نیست برم به آینده بگم تو در آیندهم هیچی نمیشی. قرار متمرکز باشم روی تنها رفتاری که الان همین امروز ازش دیدم و رفتار خوشایندی نیست. سرزنش محدود میشه به اون رفتاری که همین امروز دارم میبینم و رفتار نوجوان رو زیر سوال میبرم، نه شخصیتش رو. به گذشته، به آینده نمیرم و احساس گناه و شرم بهش نمیدم. پس این رو با متمرکز بودن روی رفتار انجام بدیم. و این نکته رو خدمتتون بگم که ما این سرزنش رو باید با توجه به شخصیت نوجوانمون به کار بگیریم. یعنی اگه من نوجوانی دارم که تا الان خیلی باهاش ملایم اومدم جلو، حالا بر اساس انواع تئوری‌ها و آموزشایی که خود ما هم اشاره کردیم که درک احساس و همدلی و اعتبار بخشی باشه، اما نوجوان کاری نکرده، اینجا تئوری سرزنش میتونه کمک کنه. اما اگه نه، یه نوجوانی بوده که من والد دائما دارم باهاش به این شکل حرف میزنم، دیگه این تئوری سرزنش اینجا کمک نمیکنه. بعد هوشمندانه عمل کنید دیگه، یعنی یه جورایی از اون حس خودتون استفاده کنید، حس ششم، ببینید که برای این نوجوان میشه به کار گرفت یا نه. و نکته بعدی و بسیار مهمی که وجود داره که آقای پال جنکین مطرح میکنه، استفاده از پیامد و گفتگوه. خیلی خیلی کمک کننده، خیلی هم سرراسته. یا من میتونم با تو گفتگو کنم، خیلی بالغ به بالغ میگم که اینقدر با گوشی کار کن، اگر که توجه کنی تو همون محدود کار کنی که خیلی هم عالی. ما اصلا گذرمون به هم نمیخوره که بخوایم با هم تنشی داشته باشیم، بحثی داشته باشیم، محدودیت و پیامدی بخواد باشه. ولی اگر با گفتگو نتونی جلو بری، خب من باید از پیامد استفاده کنم. پیامد اون چیزیه که ما با هم توافق کردیم که اگر این کار صورت نگیره یا بگیره، این رفتار رو در پیش داره. مثلا اگر بیشتر از 2 ساعت داری با گوشی کار میکنی، پیامدش اینه که فردا 1 ساعت کمتر میتونی بازی کنی. منصفانه است. اگر که ساعت 9 شب خونه نباشی، پیامدش اینه که فردا 1 ساعت دیرتر میتونی بیرون بری و همون ساعت 9 شب هم باید خونه باشی. این منصفانه بودن پیامدها خیلی کمک میکنه. و من هرچی سن نوجوانم پایین تره، مثلا بگیرید 10 تا 12 تا 13، من از پیامد استفاده میکنم. هرچی سن نوجوانم داره بالاتر میره، از گفتگو استفاده میکنم. به این نمودارم که دقت کنید میبینید که محور افقی، محور سن نوجوان بالاتر میره، محور عمودی گفتگو هست. و این خط صافی که میبینید، هر چقدر که میتونه حالا صاف هم نباشه دیگه،
یه خط میتونه با نوسان بره جلو. هر چقدر که سن نوجوان داره بیشتر میشه، من بیشتر از گفتگو استفاده میکنم و البته ما خیلی سن تقویمی رو در نظر نمیگیریم. یه جور اون سن رشدی نوجوان مطرحه. ممکنه واقعا با یه نوجوانی که مثلا 11 سالشه بشه گفتگو کرد و از اون ور با یه نوجوانی که 17 سالشه اصلا نشه گفتگو کرد و با پیامدها باید نوجوان رو هدایت کرد. اما در نهایت شما والد برای اینکه بتونید به رشد سالم نوجوانتون کمک کنید و اصلا نوجوانی با سبک تفکر خوب تربیت کنید، بهتره که گفتگو رو بین خودتون تقویت کنید که حالا مهارت گفتگو رو لازمه خودتون آموزش ببینید و بتونید به این ترتیب با نوجوانتون وارد گفتگوهای خوب و اثرگذار بشید. خیلی ممنونم از توجهتون. برای حمایت رایگان از ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و این ویدیو رو بفرستید برای والدینی که نوجوان دارن تا اونها هم با آگاهی و مهارت با نوجوانشون ارتباط بگیرن و ما بتونیم در آینده شاهد نوجوانهایی باشیم که عملکرد موفقی در زندگی و روابطشون دارن. هر نظر و پیشنهادی هم دارید برای ما کامنت کنید. بر اساس نظرات شما محتواهای بعدی رو تولید میکنیم که خیلی مستقیم و مرتبط بشه به شما کمک کرد.